اولیمووا میرم مادری فرزند ما فهمیدم که دختری من در سوریه میخوام رو بری همو چی سوریه که جوی دیونی اسلامیه فرزندی من دختری من روی کرن قدیسه فرزند من هیچ که ندارم دیگه خیلی من خودم کسالم من نوامی گپرس نمیدم داوت سیده نمیتونم روی کنین دختر ماما من برم جا بسویم من نمیخوام دختری من در اونجا باشم که موز میکنم آیا رو بری اونجا هر کس فرزند داشته باشه خودش فکر کنم من روی کنن دختر مرا ما بعد مودم کار ندارم دختری مرا روی کنن من کسالم خودم کسالی خواندم دولینیم دل زنگام من کسالم که رفتم خونه جون اینجا چهارمی سنتیامبردم چهارمی سنتیامبر رفتم من دستی توامو اینا پرتموشیم برو وردن نرفتم جون همه صبحشم برام قد دخترم دخترتون نام فامیل چیه خودت؟ دخترم اولی موکل رو یک نمیتونم اولی موکل رو چند سالان؟ نه تولدی 90 ایداکه شوشون تولد چند؟ 83 چند سال چی شوک شوار کردن شد؟ 8 سالی 10 سال شوک آگیه من نمیخوام اون دختر نروی کنه نمیبرم دیگه نمیتونم شب روز میکریم نه هفته فقط اولی مکریه شما که درگی افتادتون دارم من همی 20 هفتم تمی آور بود من چی میدی شبی اومدن ده انا با چند درگی افتم میخوام التماس با میکنم من فرزندی من روی کنه خطی گوده گوش روی کنه که دوم را ببینم که نام برم نمیتونم دیگه دل شکرم پرچیده گیه چهارم سپتامبر بود زن ساقاتی بود خوش اینجا رفتم شما بخیرم چهارم سپتامبر بود پنجم اخیرم با ششم سپتامبر زنگ زدم و دیگه تمام قطعی چی گفتن که در کجوی چیه کجا میریم؟ هیچی نگفتم گفتم که همون مسکو ده همون گردن هوایی مسکو ده که جایی ده چی میکنی؟ چی نمیداره؟ من کدام 10 چای میریم بعد دیگه رفتن همون قطعی به چی شدن دیگه زنگ نزدن خیلی همون قطعی دیگه نمیدونم مطمئن من دیگه هم سنتیامبر طرف من تلفن نکرد بعد در کجاهای کی گفتن چی گفتن در سوریه رفتنش از کجا فهمیدی؟ ما روز سیگه همی دهن مردم شنویدم نمیدونم بیش میگه که همسایه بیش میگه کسی زنگ میزنن صحبت زنگ حکمه زنه زنگ زد میزنم و نه صحبت میکنم یک بار خیلی زنگ زد و اینه که نمره مسکو بدن آخی میتری کودی مسکو بود ترکیه بود نمیدونم دیگه نمیدونم